کمک می‌خوایم در مورد زندگی شخصیتون بفهمیم، در مورد خود شما کجا تولد شدین، درس و کار، تحصیلات و در مورد بخش‌های دیگه زندگی. بسیار زیاد تشکر. من متولد ولایت لغمان هستم. مکتب در کابل خواندم، 2 لیسانس دارم، 2 ماستر دارم، 1 دکترا دارم و 1 تخصص بین‌المللی در بخش تدارکات دارم. 1 لیسانس در اداره تجارت از اسلام آباد است، 1 لیسانس دوم از حقوق و علوم سیاسی از پانتون کابل است، 1 ماستریم در مدیریت استراتژیک از مالزی است، 1 ماستریم در مدیریت جهانی از منچستر انگلستان است. دکترایم هم در بخش عمومیات مدیریت ری انجینیرینگ یک ارگانیزیشن از هند است و متخصص بین‌المللی تدارکات و عملیات اداره را از سندش از امریکا گرفتیم و فلوشیپ رهبری را از هیروشیما در انستیتوت ملل متحد گرفتیم و برنامه‌های کوتاه مدت رهبری و حل منازعات و سایر در انگلستان و در ترکیه و در سایر کشورها بسیار زیاد فرا گرفتیم. ماشاءالله. و فعلا ماستری سوم در روابط بین‌الملل در یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل ادامه می‌دم. بسیار خوشبخت هستین و من می‌خوایم که